بعد از مسابقات المپیک یه نفر اسمش سر زبون افتاد که اصلا ورزشکارم نبود و اون کسی نبود جز برایان اعتماد که بعد از اعلام حمایتش از رضا علیپور سنگنورد خوب کشورمون خیلی ها باهاش آشنا شدن. با این حال هنوزم بین ایرانی‌ها گمنامه. توی این ویدیو میخوایم با ایرانیای ثروتمند مهم و تاثیرگذار تو دنیا آشنا بشیم. البته آخرین نفر رو همه نسل‌های ایران میشناسن. همه دیگه میدونن همه. به کانال خودتون یعنی عجیب اما واقعی خوش اومدید. حمایت‌های شما باعث دلگرمی ما و تلاش بیشترمونه. اولین نفر لیست ما برایان اعتماده که اسم اصلیش بردیاست. اون سال 1360 تو تهران به دنیا اومد و وقتی 10 سالش بود با خانواده‌اش به امریکا مهاجرت میکنن. برایان رشته‌اش حقوق بود و شغلش هم دادستانی نیویورک. اما یه روز تصمیم میگیره این زندگی معمولی رو رها کنه و به دبی بره و توی شرکت ساختمانی به عنوان وکیل مشغول به کار میشه. اما وقتی پولدارای عربو میبینه میگه چرا من نتونم و خودش یه شرکت ساختمون سازی میزنه به اسم تملیک و بعد از گذشت چند سال الان تو شهرهای بزرگ مثل دبی، لندن، نیویورک و لس آنجلس پروژه اجرا میکنه. ثروتش چیزی حدود 3000 میلیارد تومنه. نفر دوم لیست انوشه انصاریه. ایرانی‌ها انوشه رو به عنوان اولین ایرانی میشناسن که به فضا رفت. انوشه تو مشهد به دنیا اومد و وقتی که 16 سالش بود با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردن. تا ادامه داستان انوشه رو برات بگم تو هم مرام به خرج بده و یه لایک به افتخار این زن ایرانی بزن. اون و همسرش یه شرکت تو حوزه تکنولوژی فضایی به اسم پرودیا سیستمز احداث میکنن که خیلی زود موفقم میشن. انوشه از بچگی عاشق رفتن به فضا بوده و بالاخره تونست به عنوان اولین زن ایرانی به فضا سفر کنه. اما انوشه فقط این نیست، بلکه اون تو حوزه تکنولوژی و استارتاپ جایگاه بلندی داره و همیشه از نقش زنان تو حوزه تکنولوژی صحبت میکنه. ثروت اون چیزی حدود 1800 میلیارد تومنه. نفر بعدی رو همه میشناسین و اونم مانی مشکوفه که مالک برند ببه هست. درسته تو ایران به دنیا اومده اما رشد اون بعد از مهاجرت به امریکا اتفاق افتاد و برند خودش رو ایجاد کرد. دارایی اون الان حدود 100,000 میلیارد تومنه. راز موفقیت اون تنوع محصول برای همه سنین و قیمت مناسب محصولاتش بود. حالا دیگه وقتشه مانی خوشبین رو معرفی کنیم. اونم در بچگی همراه خانواده به آمریکا مهاجرت میکنه و البته اوایل اونقدر وضعشون بد بود که تا چند وقت تو ون زندگی میکردن. مانی کارشو از ویزیتوری خشکبار شروع کرد و بعد وارد ساخت و ساز شد و پیشرفت کرد. دارایی اون الان حدود 5000 میلیارد تومنه. همچنین اونو با کلکسیون ماشینای لوکسش هم میشناسن که ارزشش حدود 1000 میلیارد تومنه. همچنین مانی 2 کتاب داره که جزء پرفروشترین کتابای آمریکا حساب میشن. تا اینجا اومدی اما نمیدونی آخرین نفر قراره کیو معرفی کنم. فقط بگم بیسکویتاشو همه نسلا میشناسن. نفر 4 لیست آرش فردوسیه. این خودش متولد آمریکاست و پدرش برای ادامه تحصیل به دانشگاه میسوری آمریکا میره و اونجا از یه دختر ایرانی خوشش میاد و با هم ازدواج میکنن. آرش که یه نابغه بود تو دانشگاه MIT آمریکا مهندسی کامپیوتر میخونه و به همراه دوست دانشگاه خودش به نام دیراو هیوستون دیراپ باکسو که تو زمینه فضای ابری ایجاد میکنه، در حالی که فقط 22 سالش بوده و از این راه ثروتی معادل 24,000 میلیارد تومان به دست میاره. به نظرت این لیست کیو کم داره؟ کامنت کن برام. 5 نفر رو شاید نشناسی اما وقتی بفهمی تو ایران مالک چه برندی بوده تعجب میکنی. حسن خسروشاهی تو دانشگاه تهران حقوق و اقتصاد خونده و تو سال 1319 در استان آذربایجان شرقی به دنیا اومده. پدرش علی خسروشاهی مؤسس شرکت مینوه که همه اونو با بیسکویتا و پفکش میشناسن و باهاش خاطره دارن.
اون به کانادا مهاجرت کرد و فروشگاه‌های زنجیره فیوچر شاپ که یک فروشگاه تخصصی لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی رو تأسیس میکنه. اون که تجارت تو خونش بود، برندش رو بزرگترین برند فروشگاه‌های زنجیره کانادا میکنه با 90 شعبه و 8000 کارمند. البته اون برندش رو به کمپانی بیست بای فروخت، ولی هنوزم با 2 میلیارد دلار معادل 120,000 میلیارد تومان هفتمین مرد ثروتمند دنیاست. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردین و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنین. بقیه ویدیوهامونم مثل این ویدیو عالی هستن، اما این دوتا که گذاشتم گل سرسبدشونه، اگه خواستی نگاه کن.